حکیم بیمار شده بود. همان روز مادرش برای دیدار بینی آمد و حکیم با شنیدن این که مادرش آمده است زود از جای خواب برخاست و چنان وانمود کرد که صحت است. مادر پس از دیدار بینی حکیم به خانه اش برگشت. حکیم را پرسیدند: چرا شما در نزد مادرتان خود را صحت وانمود کردید؟ حکیم گفت: اگر مادرم بیمار بودنم را میفهمید جگرش ریش خون میشد. لذت دنیا برادر در دعای مادر است. لذت دنیا برادر در دعای مادر است. دولت پاینده از جود و سخای مادر است. هست جنت زیر پایش، با دعا دستش به عرش. عزت ما در دو عالم در رضای مادر است. با نام تو این کلام مادر، بر شیر تو احترام مادر. هر ساعت و صبح و شام مادر، از جان و دلم سلام مادر. تو رنج کشیده روز و شبها، بوسیده مرا ز روی و لبها. با مهر بزرگ و با طلبها، خوردی غم من مدام مادر. تا مردی بسی دلیر گردم، لازم بشود چو شیر گردم. با عمری دراز پیر گردم، من هم به قطار عام مادر. ای مادری مهربان دلبند، ای مادری مهربان دلبند. من از تو هزار باره خرسند، هست آتش مهر بهر فرزند اندر دل هر کدام مادر. با مهر تو رفته کامیابم، یک ذره ز عهد رو نتابم. گر من دل خلق خود نیابم، هر یک نفسم حرام مادر. با یاد محبت و وفایت، با حرمت شیر جان فزایت، تکرار نمایم از برایت. صد بار دیگر سلام مادر. دور از وطن و مادر تو را یاد کنم. دور از وطن و مادر تو را یاد کنم. بر عمر گذشته خود فریاد کنم. عمرم گذشت مادر در بی‌وطنی، عمرم گذشت مادر در بی‌وطنی. آیم به وطن دلی تو را شاد کنم.